خب در رابطه با وضع آزادی بیان در تاجیکستان چه صحبت‌ها شد در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز؟ صحبت‌ها گوناگون بودن. من به‌واسطه میخوام توقف کنم اطراف اون مسائلی که به‌واسطه در برآمد من همچون رهبر شورای وسایل اخبار عامه من تکرار کردم. بجز از چند بند وابسته به وضعیت امروزه آزادی بیان، نقطه اصلی اون است که امروز از اون نتیجه هایی که در ریتینگ های جهانی می آید درباره آزادی بیان، وضع آزادی بیان به کلی در عالم امروز به سطح پایین رفته است و اگر در مقایسه با ممالک آسیای مرکزی امروز صحبت کنیم، وضع آزادی بیان در تاجیکستان مثل که چند سال پیشین بود به تغییر در اون ردیه بندی در شمول 149 است و در مقایسه با ما قرغیزستان که نسبتا مملکت دموکراتی محسوب می شود به 9 زینه پایین رفته است وضع آزادی بیان در قرغیزستان و بعد از تاجیکستان در این ردیه بندی قرار دارد قزاقستان در جای 157 و در جای 165 قرار دارد ازبکستان. اگر با کشوری همسایه کشورها اگر مقایسه کنیم گویا که وضع آزادی بیان در تاجیکستان بهتر است، اما در مجموع وضع آزادی بیان در تاجیکستان نه به اون سطحی هست که میخواهیم باشد. البته اون پیشنهاداتی که به‌واسطه در این جلسه ما کردیم پیش از همه اون بود که امروز حکومت میباید که پیش از همه زمینه حقوقی بهتر کند، زمینه حقوقی را به اون شکل بهتر کند که امروز توانند وسایل اخبار مستقل توانند که در نتیجه رقابت سالم توانند که جای خود در این میدان بگیرند و امروز که از جانب بودجه کشور شماره خیلی زیادی وسایل اخبار عامه مبلغ گذاری می شود، حتما اون وسایل اخبار مستقل که امکان پول کار کردن ندارند در این بازار نمیتوانند که وجود داشته باشند و سبقت پذیر باشند. دیگر اینکه خودی اون چالش‌هایی که امروز در ژورنالیستیکای زمانوی به میان آمده است، استفاده از تکنولوژی و دانش‌های نو و تحلیل بودن ژورنالیستیکا، البته که وسایل اخبار مستقل که مبلغ زیاد ندارد و امکان زیاد اندوختن این دانش‌ها را ندارد نمیتواند که سبقت پذیر باشد و همچنین که نمیتواند صفت اون مطلبی که امروز وسایل اخبار عامه پیشکش کند نه اون صفتی است که امروز بزرگیر باشد و با اون طلبات باشد. بجز از این پیشنهاد دیگر ما هم این بود که می‌سازد که امروز در کودکس به واسطه در قانونگذاری تاجیکستان برای تمام تشکیلات‌های دولتی یک نفرون متصدی باشند که به تمام درخواست‌هایی که از جانب وسایل اخبار عامه میشوند سریع وقت جواب دهند و در صورت اون شخص موظف این وظیفه رو انجام ندادن به جوابگری کشیده شود. تنها با این راه ما میتوانیم که مسئله دسترسی به اطلاعات رو بهتر کنیم در تاجیکستان. یعنی از نگاه شما مشکل اصلی مطبوعات امروزی تاجیکستان در نظر دارم مطبوعات مستقل این مشکل مالیوی است یا از دیگر محدودیت‌ها سر اونها بار است؟ نه تنها مشکل مولوی است، مشکل دسترسی به اطلاعات هم هست. امروز متاسفانه دسترسی به اطلاعات باز یک از مشکل خیلی جدی است برای وسایل اخبار که نمیتواند ژورنالیست سری وقت موادی که میخواهد درست کند و پیشکش کند برای اودیتوری خود اون را آماده کند. دیگر اینکه خود کیفیت مطالبی که امروز در مطبوعات پیشکش میشوند البته نه به اون سطحی هست که میخواهد اون را اودیتوری قبول کند. یعنی مسئله کسبیت هم هست، مشکل ندانستن از تکنولوژی هم هست، مشکل نبودن اطلاعات و دسترس نبودن اطلاعات هست و مشکلات مولوی هم هست از جمله.